یک سوالم این که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فتح مکه کرد دیگه یگان مشکلی نبود. مثلا اونجا نه ابو جهل بود، نه ابوبکر، نه ابولهب که یگان ظلم کنه. چرا برگشته با مدینه رفت زندگی کرد، در مکه نماند؟ اصلا وقتی که آدم به خاطر الله هجرت کرد باید به شهری پیشینش بر نگردد مگر همچون مسافر. بنابراین همین خیل پیامبر صلی الله علیه و سلم اندازه نقشه گرفته سفر میکردن که 3 روز در مکه می ایستادن، چون که اگر 4 روز ایسا مسافر می شدن 3 روز می ایستادن در مکه و وادی مینا و عرفات و مزدلفه می رفتن، اونجاها علاقه بیرونی مکه. بعد با گشته می آمدن، از 3 روز زیاد نه ایستاده ترک مکه می کردن. بنابراین وقتی صحابه ها بعضیشون بیمار شدند در مکه، پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کردند اللهم امضی لاصحاب هجرتهم ولا تردهم علی اعقابهم خاسرین. پروردگارا هجرت صحابگان مرا مکمل کن، آنها را به عقیبهاشون مگردان. سعد ابن ابی وقاص هم بیمار بودند، ترسیدند که اگر رفتم من در مکه مرم چی میشد. بعد پیامبر صلی الله علیه و خوش خبر دادن که تو در مکه نمیموری، حالی تو رو الله تعالی شفا میدهد، به سبب تو بعضی آدمو فایده میبرد، بعضی ها ضرر میبرد. گفته خلاصه خوش خبر دادن. ولكن سعد بن خوله يرثي له رسول الله صلی الله علیه و سلم ان مات بمکه. لیکن سعد بن خوله پیامبر صلی الله علیه و سلم بر او مرثیه گفتن، یعنی اظهار همدردی گفتن ان مات بمکه، اینکه در مکه وفات کرد. یعنی او مهاجر بود و در مکه وفات کرد، باید در مکه وفات نمی کرد. یعنی اصلا صحابه ها کوشش میکردن که هجرتشون را الله تعالی قبول کند. هجرت اگر کسی که به خاطر الله هجرت کرده باشد، یعنی وطنش ترک کرده باشد، دوباره باید به اونجا بر نگردد مگر همچون مسافر. همچون مسافر 3 روزه میرد و با گشته میبیاد. برای چی؟ برای اینکه این وطن به خاطر الله ترک کردگی است. و در دیگر حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه العائد فی هبته کالکلب یقیء ثم یعود فی قیئه. آدمی که هدیه کرده است گشته مو هدیه شگیرد، مانند سگی که قی کرده قیعش خورده است. و بعض علما طبق همین حدیث گفتن که هدیه وقتی که آدم میدهد گشته گرفتنش حرام است. و بعض علما نه حرام نگفتن. برای چی؟ گفتن آخر اینا دلیل آوردن که آخر برای آن که پیامبر صلی الله علیه و آله مانند سگ است که قی کرده است و قیعش خورده است. گفتن بعد این عالمی که حرام نیست گفتن که اگر سگ اگر قیعش خورد حرام است. گفتن سگ اگر قیع خودش خورد برای او حرام نیست گفتن. به هر حال فهم علما هست. و بعض علما میگن کسی که اگر از شهرش هجرت کرده باشد به شهرش دوباره بر نگشتن مستحب است میگن. یعنی حتمی نه، مستحب. مثلا یک روزی با کشایش شد و فتح شد و با آرامی شود برگردد گناه نیست، لیکن بر نگردد ثوابش رو از الله تعالی میگیرد. چون که الله تعالی که و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. کدام آدمی که به خاطر الله شده ترک کند شهرش را، به خاطر الله هجرت کند، یجد فی الارض مراغما کثیرا، در روی زمین مراغم یعنی کشایش ها، برخوردی های زیاد را میبیند، رزق فراخ را میبیند. و در دوامش که و کسی که به خاطر الله و رسولش هجرت کند و در سفر یا در راه هجرت اگر وفات کند فقد وقع اجره علی الله، اجر او بر ذمه الله است، الله تعالی اجر او را میدهد. بنابراین آدم که به خاطر الله اگر هجرت کرده باشد، به خاطر فقط حمایه جان و نفس نه،
به خاطر الله، به خاطر الله بازی نیست. به خاطر الله ترک کرده باشد خوب است که بر نگردد. اگر برگردد هیچ گپی ندارد، گناه نیست، لیکن برنگشتن بهتر است. بنابراین صحابه ها میترسیدن که برنگردیم و از 3 روز زیاد نمیایستادن، چون که در نزد جمهور علما کسی که در یک شهر زیاده از 4 روز ایستاد باید مسافر میشد. در مذهب امام ابو حنیفه 15 روز، در نزد مالک و شافعی و احمد رحمت الله علیهم 4 روز، چون که پیامبر صلی الله علیه و آله صحابه ها را اجازت نمیدادند که از 4 روز زیاد در مکه بایستند. بنابراین 3 روز میایستادن و میگشتند که مقیم نشویم. این دلالت می‌کند که آدم در یک شهر اگر 4 روز ایستاد مقیم میشد. با نیت زیاده از 4 روز اگر ایستادن باشد و باید نمازش پررا خواند، یعنی طبق مذهب جمهور. دلیلش همین سبب هجرت صحابه ها گرفتن و خودی پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه 4 روز نمی ایستادن وقتی سفر کنند. از 4 روز، از 3 روز کم، از 3 روز زیاد نمی ایستادن تا اینکه مقیم نشویم گفته، چون که این شهر به خاطر الله از بهرش برآمدین، دوباره نگیریم میگفتن، دوباره در اینجا مقیم نشویم میگفتن. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله در مکه بر نگشتند بلکه به مدینه برگشتند. بنابراین مدینه این شهری که پیامبر صلی الله علیه و آله حتی بعضی علما مدینه را از مکه افضل میدانند. اگر پیامبر صلی الله علیه و آله 40 ساله پیش از پیغمبریشان در مکه زندگی کرده باشند و بعد پیغمبری 13 سال زندگی کرده باشند، 53 سال عمرشان در مکه گذشته باشد، لیکن دینی مقدس اسلام از مدینه پهن شد به دنیا. در مدت 10 سال همه احکام شریعت در همین 10 سال آخر فرآمد. در مکه اساساً مسئله های توحید، یگانه پرستی، مسئله های تاریخی، تاریخ پیغمبرها، قصه گذشتگان نازل می شد. بنابراین مفسرها را بینید در ابتدای تفسیر سوره ها میگن که سوره فلان، سوره انعام مثلا مدنی هست، الا فلان آیت هایش مکی هست، یا سوره بقره مدنی هست، غیری فلان آیت هایش، یا فلان سوره مکی هست. میگن آیت های مکی و آیت های مدنی رو جدا کردن این مهم است. برای چی؟ برای اینکه ما میدونیم که این آیت در مکه نازل شدگی است یا در مدینه. میفهمیم وقتی نزول آیت را. و در مدینه اساسا احکام شریعت در مدینه نازل شدگی، احکام فقهی، حیات و زندگی. در مکه اساسا توحید و اعتقاد و عقاید دین و صبر و قصه گذشتگان آیات ها نازل شدگی است. بنابراین بعضی علما میگن که مدینه بهتر است، چون که پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند که الله تعالی ابراهیم مکه را حرام کرد، من مدینه را حرام کردم و پیامبر صلی الله علیه و آله از ابراهیم بهتر است. ابراهیم در حق مکه دعا کرد، من در حق مدینه دعا کردم. و اینچنین بعد اینکه به مدینه هجرت کردن، نامش را تغییر دادن، شهر رسول الله صلی الله علیه و سلم شد و جسد مبارکشون هم تا روز قیامت در مدینه هست. اگر 53 سال در مکه باشند، با اونم 40 سالش غیری پیغمبری، یعنی 13 سالی پیغمبری، لیکن در مدینه 10 سالی پیغمبری و تا روز قیامت جسد مبارکشون به مدینه دفن شد. و از همین لحاظ حتی بعضی علما میگفتن که اعتکاف نشستن در مکه بهتر است یا در مدینه. اکثر علما میگن در مکه، برای اونکه یک رکعت نماز 100,000 رکعت است، در مدینه 1000 رکعت. لیکن بعضی علما میگن که در مدینه اعتکاف نشستن بهتر است، از ناحیه اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله فقط در مدینه اعتکاف نشستگی هستند، در حیاتشان در مکه اعتکاف نشستگی نیستند. از همین جهت ها مدینه را افضل میدونم. و خاصتا پیامبر صلی الله علیه و آله بعد هجرت به مدینه را دوست داشتند و گفتند که کسی به گرمی های مدینه و خنکی های مدینه صبر کند و شفاعتی من نائل میشد. و کدام آدمی که اگر امکانیتی در مدینه مردن را دارد پس در مدینه وفات کند. گفتند کسی در مدینه وفات کند به شفاعتی پیامبر صلی الله علیه و نائل میشد. و وقتی که از سفر برمیگشتند مدینه را از دور میدیدند، شطور یا اسب خود را میتازانیدند، همچون شوقشان به مدینه و همچون محبتشان به مدینه. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و به مکه برنگشتند. بله.